مقامات پلیس در ولایت بغلان میگویند یکی از قماندانان مهم طالبان را همراه با 5 محافظش گرفتار کردند. احمد جاوید بشارت مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید این فرد شب گذشته در یک عملیات ویژه گرفتار شده و فعلا همراه با افرادش در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد. 6 نفری که از بغلان آمده بودند میخواستند در ساعت دند غوری ایجاد عملیات اشتراک داشتند که مدت چند روز عملیات کردند. بعد از اینکه نیروهای امنیتی ولایت بغلان عملیات برآورده انداخته بودند که خود از محل منطقه فرار کردند و میخواستند پس در ساعت بغلان مرکزی برن که سر گروپش ملا مناف نام داره که یک گروپ 14 نفری در ولسوالی بغلان مرکزی فعالیت میکنند که خوشبختانه خود از یاد دستگیر. به گفته وی 2 تن از این اسیر شده ها ماینسازان ماهرند که میتوانند انواع ماین های ضد وسایط و ضد انسان را بسازند. در جنگ هایی که حدود 2 هفته قبل با حملات گسترده طالبان بر بخش های از ولایت بغلان آغاز شد، تا اکنون افزون بر کشته و زخمی شدن 10 تن از طرف های درگیر، خانواده های زیادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات امنیتی بغلان میگویند در این جنگ نزدیک به 50 جنگجوی طالب به شمول قماندانان آنان را کشته و 10 تن دیگرشان را زخمی کردند و از سوی دیگر طالبان ادعا دارند که چندین پوسته امنیتی را تصرف کرده و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی را هلاک و مناطق زیادی را در کنترل خود درآوردند. ادعایی که مقامات امنیتی بغلان با رد آن میگویند این یک تبلیغات جنگی است و به دور از حقیقت می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.